قابلیت تقسیم بر عدد 3 فعالیتی را که میخواهم به معرفی بگیرم طرز تدریس نمودن قاعده قابلیت تقسیم بر عدد 3 به روش بهتر و آسان برای دانش آموزان می باشد. فعالیت ها در فعالیت اول یک تعداد اعدادی که بر عدد 3 پوره قابل تقسیم باشد روی تخته لیست میکنیم. در فعالیت دوم یک تعداد اعدادی که بر عدد 3 پوره قابل تقسیم نباشد را نیز روی تخته لیست میکنیم. اکنون در مقابل هر کدام مجموع ارقام آنها را لیست میکنیم. حالا از شاگردان سوال میکنیم که این اعداد به چه روشی از اعداد داده شده قبلی یعنی این اعداد به دست آمده. واضح دیده می شود که ارقام هر کدام از اعداد داده شده قبلی را با هم جمع کردیم، اعداد بعدی حاصل شده. یعنی فعالیت دوم نیز همینطور. باز هم از شاگردان سوال میکنیم که آیا این اعداد یعنی مجموع ارقام اعداد داده شده در جدول ضرب زبانی 3 وجود دارد یا خیر؟ میبینیم که در فعالیت اول مجموع ارقام تمام اعداد داده شده در جدول ضرب زبانی 3 وجود دارد. یعنی 3 ضرب 3 9 که 9 مجموع ارقام عدد 243. 4 ضرب 3 12 که مجموع ارقام عدد 57. 5 ضرب 3 15 که عدد مجموع ارقام 456. 6 ضرب 3 18 که عدد مجموع ارقام 1359 می باشد. اما در فعالیت دوم مجموع ارقام هیچ کدام در جدول ضرب زبانی 3 وجود ندارد. بنابراین نتیجه میگیریم که اگر مجموع ارقام هر عدد در جدول ضرب زبانی 3 وجود داشته باشد، آن عدد قابلیت تقسیم بر 3 را دارا می باشد. و یا به عبارت دیگر اگر مجموع ارقام یک عدد بر 3 پوره قابل تقسیم باشد، آن عدد قابلیت تقسیم بر 3 را داراست. این فعالیت ها توسط شاگردان اجرا می گردد. در تهیه فعالیت ها و مثال ها باید متوجه باشیم که سوالات عبارتی را نیز بگنجانیم.